خب اینجا یه جاییه که ما اومدیم، قسمتیه که بهترین جاییه که برای اینکه شهر رو بتونیم نشون بچه‌هایی که اون برن خواستن نشون بدیم. این قسمت کریستوروه که بالای یه تپه است، مشرف به لیزبونه. این قسمتی که می‌بینین قسمت ساحلی شهر لیزبونه که میخوره به همه اقیانوس آتلانتیک. از این برم شهر شروع میشه که میاد به این پل اصلی میرسه و از اینجا وارد اصلی ترین جای شهر لیزبون میشیم. این قسمت دیگه مرکز شهره که روسیو هستش، نامش میدونش روسیو هستش. دو سه جاهای مختلف هستش که میرسم به اون جایی که ما اقامت داریم. اون پل اصلی بزرگه هست که اون بالاست، بهش میگن اسمش یادم رفته، اسم خوبی داره، اسمش الان دقیقا یادم نیست، بعد یعنی حضور ذهن ندارم. و جای قدیمیش و تاریخی عیسی مسیحه و این قسمتیه که توریستا همه میان اینجا بالا برای به اصطلاح دیدن این مجسمه. اون پل هم که من اسمش یادم رفته بود واسکو دو گاماست. همه شما رو به خدا میسپارم. پرتغال، لیسبون، فریبورس.